اون قلمک منه نون تفتون خمیاره حالا پیاز بوده دیگه در قدیم ولی الان دیگه ما نون خمیاره حالا مکه اگه بشه رفتنش بسته یک تکه نونم خرده قلمک که مبشه که بعد انشاءالله مش به کنار هم سالهای سال رفاقت کنه. بفرما بچه آقا محمود بفرما. و این دستار قشنگ که بر یه لحظه نه تو واسه من بهت میگم چیکار کنی. اول نون تعارف کنه محمود جان عزیز. نه این بردک آقا در این سبزی مخصوصی ها به نام سوزی اسفناج منطقه ما که خودرویه و هیچ جای مملکت میبینین ها فقط امجیا نوش جان است. دمتان گرم و زنده باشه انشالله. بفرماد. و یک کار دیگه که مادرای رحیمی نازنین اینه که بعد از قلمک ما 2 ساله که یک آیین قشنگ را تقدیم کنه به مهمان که بینی سر می هست سر آقا محمود هست و سر او دوستان گنج هست دستارش من میگم ما میگه لنگوتا و این آیین و سنت در بزرگان ما مرسوم بوده. حتی اندازه این دستاره که میان پایین تر هرچه پایین ترم رفته شخص بزرگتر بوده اگه خولی و بالاتر بوده هم تو حالا مثل ما که گوشتره میدی که خورتر پیچیده و این آیین نشان عیاری بزرگی مردمان ما در سیستونه. با قول آقا محمود عزیز تاج عیاری هست تاج جوانمردی که به حسن جوانمردیش مقا حضورش به در سیستان اون تقدیم بنوشت با آقا محمود عزیز سرش بمین. آقا بفرما از این کلاه اگه سرش بمینی عالی آقای رحیمی عزیز کلاه خوبیه سالم بشه آقا ما فداش بشه قربونش کن دمش بگرد بگه بذار ببوسم بعد بذار سرم چقدر قدری سنت با اینم دونه. بله خب الان که اینجا هسته آقای رحیمی نازنین و بانو و آقای عزیز نازنین و دوستان گل قراره که این آیین ما اونجا رونمایی کنه از او رونمایی آیین لنگوته رو داره. اگر دوستان لطف کنه مرا همراهی کنه من ممنون میشم. بله یک لحظه بستم یک نگاه فولپکم تو بکنم این خود چیزا اینه بیا جلو بچه همون هم قاب فستیوال مشمیه که رونمایی میشو. خب همجا خوبه آی درگی آی رحیمی عزیز و بانو من تمنا منو که رونمایی کنه آین لنگوته مشمرا یک لحظه بانو بفرماید آی رحیمی عزیز قد در خدمت دوستانش سرچه کم زن آقا شعر خود آی رحیمیه. برید بعدی آها فستیوال و آیین قشنگ ما در قرار واقع ما رو غافلگیر کنه که میگفتی من تشکر منو هم از آقای رحیمی هم از دوستانی که همراه آقای رحیمی هسته و هم از محمود نقدی عزیز آقای درگی نازنین و آقای دانشزهی و دوستانی که از تلویزیون و عزیزان ما در صدا و سیما و همه جای استان که عمده در کنار ما دست به دست ما داده تشکر کنید که شادی را و مردم ما هدیه داده. خیلی قشنگه. امروز برنامه دیگه بزرگداشت حافظ در دانشگاه بوده آدی وگرنه اینجا شلوغ‌تر بشه. و آقا من ممنونم خیلی متشکر خیلی ممنون محمود جان سپاسگزار دست به در نگذار. فقط آقای رحیمی یادش باشه که مشمرا بین بزرگان خواه قبول داره و قرار کنار ما بزرگی کنی در کشور و هوای مردم را داشته باشه. من با افتخار این تاج عیاری سیستان رو برای همیشه در بهترین جای مطبم خواهم گذاشت. پست دولتی موندگار نیست اما دل مردم همیشه موندگار هست. درود بر شما. سال آینده در همین جا همین فستیوال رو با عظمت بیشتر با هم تکرار خواهیم کرد.
ماشاءالله. درود بر شما درگی عزیز، خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، یک برنامه دیگه مشمع بومی و استانی داره و بعد انشالله برنامه های خیلی